همراهانی عزیز و دوستانی عزیزک من، خیلی شدم که این لحظه با شما هستم. شما نمایش نوشین را تماشا کرده ایستادید. این لحظه من از یک نوی کادو با شما دو معجزه خیلی بامزه و زیبا آماده میکنم. این نوی کادوی ترک نام دارد. خیلی به ارگانیسم ما فایده خوب دارد. بنابراین من تصمیم گرفتم که امروز از همین نوع کادو معجزه آماده کنم. اکنون آغاز میکنم. شما باشد با دقت تماشا کنید. به عمل امروزه ما لازم می شود کادوی ترک، سبزی، مرچ، مویز و البته به ما لازم می شود چوبچه های مخصوص. نگفته نمونم که چون همیشه مادرم کادوچه را آماده کرده دادند، انا همین طرز من باشم حالا به شما میفهمانم که این چه خیلی آماده شده است. چنانی که میبینید مادرم به من با انا همین طرز بریده دادند. به ما اولی کادو مابین کادو لازم می شود. اکنون شروع میکنیم. من کارم را سر میکنم. با دقت تماشا کنید. این اولی کادو است. اینش باشد آخری کادو است. هر دو این را با هم میچسبانیم. البته با یاری چوبچه های مخصوص. انا همین طرز. اکنون میگذاریم به دیگر عمل. برای ما مویز چه لازم میآید؟ اکنون مویزک را گرفته به اساس عملمان میچسبانیم. انا همین خیلی. اکنون به دیگر عمل میگذاریم. اکنون چشمهایش را میچسبانیم. اکنون گرفته چشمش را میچسبانیم. اکنون دویومش را میچسبانیم. همین طور. اکنون گوشک هایش رو میچسبانیم. نگفته نمونم که گوش هایش از پوستی کادوچه آماده شده است. انا همین خیلی به اساس عملمان میچسبانیم. از سبزی گلچه ها آماده کرده آن را میدهیم با انا همین طرز. به اساس عملمان میچسبانیم. انا همین خیلی. اکنون دیمش را میچسبانیم. ببینید چه خیلی زیبا شد. همین طور نه؟ خیلی خوب. اکنون میگذاریم به عملی دیگر. باز یک معجزه خیلی خوب با شما پیشنهاد میکنم. برای اینش هم سرک کادوچه لازم می شود. با آن همین طرز میبریم. اکنون میگذاریم. دیگرش را گرفته و اون میچسبانیم با چوبچه های مخصوص.
انا همینطور. اکنون گوش‌هایش را میچسبانم. گوش‌هایش هم از خودی کدوچه آماده شده است. دیگرش را میچسبانم. اکنون بینیچه‌اش را میچسبانم. بینیچه‌اش از مویز آماده میشود. انا همینطور. اکنون میگذاریم به چشمهایش. اکنون چشمهایش را میچسبانیم. اکنون دیگرش را میچسبانیم. همینطور. مادرم از سبزی گردن بند آماده کرد. با آن همینطور. اکنون آن را به اساس عملمان میچسبانیم. انا همینطور. من اول فهمیدم که شما پای برده اید. این موش چه است؟ یگان موش به دمچه نمی شود. من دمچه‌اش را آماده کردم. اکنون میچسبونم. انا دمچه‌ام چسبانیده شد. ببینید چه عملی زیبا شد. معجزه‌های غیر عادی. قهرمانان افسانه ما دوستان دیرینه هستند. آنها همدیگر رو خیلی دوست می‌دارند. من هم دوستان عزیز شما رو خیلی دوست می‌دارم. شما هم همدیگر رو دوست دارید. دوست بودن خیلی خوب است. اکنون من درباره موشچه به شما یک افسانه نقل میکنم. خوب گوش کنید. بود نبود یک موشک بود. موش میخواست که از بالای شیر گذرد. شیر او را داشته قپید. کجا میگریزی؟ گفت شیر. موش گفت مرا سر ده، من به تو هیچ بدی نمیکنم. من به تو یاری میرسونم. شیر قه خندید. موش را سر داد. یک روز شکارچیان شیر را دستگیر کرده در تنه درخت بستند. موشه بند را خایده شیر را خلاص کرد. دیدید از دست موشان هم خوبی می آمده است. دوستان عزیز من به شما توصیه می دیم که شما دوستان مهربان راست قلب باشید. همیشه با دوستانتون یاری رسانید. دوستان خوب و مؤندیشه باشید. اینک من درباره کدوی ترک به شما معلومات میدیم. خوب گوش کنید. کدوی ترک از عائله کدوها می باشد. کدوهای ترک خیلی گوناگون می شوند. یعنی سبز، زرد و سفید. اساساً مزه آن را از رنگ و پوستش حس می کنند. پوست آنها غوص و تنوگ می شوند. پوست غوصش تون مزه و تنوگش شیرینک است. اینچنین سبزوات مهین و سودپز می باشد. اگر ما کدوی ترک را در نمود معطر بودنش استعمال کنیم خیلی بامزه و خوش‌طعم است.
ترکیب غذانوکیش هم خیلی خوب می باشد. از ویتامین و مینرال ها بای است. در آن کالی و کلسیم به نهایت زیاد است. کدوی ترک خیلی غذای خوب برای کودکان است. استعمال آن کاری روده و معده را خوب می‌گرداند. برای بیماران خوراک پرهیزی شده می‌تواند. این چنین بیماری فربهی را برطرف می‌کند. برای فعالیت نوکی معده سر کودکان نیز اهمیتی نظررس دارد. اگر ما آن را با سبزی و پیاز و پمیدار و بادرنگ آمیخته کرده خورش آماده کنیم، خیلی غذای خوب و خوش‌طعم خواهد شد. از کدوی ترک هر گونه خورش و خوراک‌های با لذت آماده کرده ممکن است. حتی می‌توانیم هر گونه معجزه‌های خوردنی باب را تیار بکنیم. دوستانی عزیز، اینجا رسیدیم و انجام برنامه. خیر تا دیدار آینده در برنامه نوشین.